یکی از دوستان گفته بود میشه یک نسخه خوب برای موبایل معرفی کنید. حتما بزن برید. اول از همه وارد برنامه مایکت میشید. بله بزن. میرید روی بخش جستجو مینویسید کشتی گچ. ببینید اینجا چند تا نسخه هست که بهتون چند تا رو پیشنهاد میکنم که از من نصب کنید. یکی از اونا همین 2023 هست، ولی ببینید اگر اینجا نوشته بود کم حجم، این کم حجم هم منظورش بدله و نصب نکنید خیلی بهتره، چون بعضی آپشن ها رو نداره یا مثلا وسط بازی باگ میزنه. اگر این کم حجم رو نداشت یعنی این اصله. همینجوری برید پایینتر روی همین بخش دیگر رو نصب کردن. اینجا همین کشکل 2021 این خودش این اصله و اینم عالیه، ولی خیلی پیشنهادش نمی کنم. پیت یکم برید اونورتر، همین 2023 این خود اصلشه و 2 گیگابایته و خیلی بازی خوبیه و واقعا من خودم اجراش کردم و بی‌نظیره و حتما به شما هم توصیه میکنم. و همینجوری که برید 2022 هم موجوده که اینم واقعا بی‌نظیره. 2020 خیلی پیشنهاد نمی‌کنم. این 2015 برعکس نسخه‌های دیگه خیلی کیفیتش بهتره، چون من خودم تجربهش کردم. گرافیکش بی‌نظیره، یعنی بی‌نظیره واقعا. برعکس عکساش واقعا بی‌نظیره. و همینا تموم شد.